موافق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ساکنان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه فریدون براتوف و مغفرت شاکرova والدین این ساکن 10 میلیونی کشور میباشند. پدری او مهاجر مهنتی و مادرش خانه‌شین است. فردوس نخستین فرزند این عائله جوان میباشد. وزن پسرچه نو به دنیا آمده 3 کیلوگرم و 250 گرم بوده، قدش 50 سانتی متر میباشد. حالت کودک نوزاد هنگام تولد از جانب متخصصان از روی جدول اپگر 7.8 خال بهاگذاری شده است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پدر و مادر طفل نوزاد را تبریک و شادباش گفته به رئیس شهر دوشنبه دستور دادند که عائله طفل نوزاد را به خانه استقامتی تامین نمایند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی درباره به مغفرت شاکر و جدا کردن خانه سه حجرگی قرار داخلدار امضا نمودند. از نام پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با عائله ساکن 10 میلیونه کلید خانه سه حجرگی را معاون سروزیر مملکت مطلوب خان ستاریان و معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده تقدیم کردند. در این روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان همچنین ساکنان مملکت را با مناسبت به 10 میلیون نفر رسیدن شماره اهالی کشور تبریک نمودند. من خیلی شاد هستم که امروز فرزند من در جمهوری تاجیکستان 10 میلیون به دنیا آمدند. اولا میnnetداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی میرسانم که چنین غمخواری ها با ما دارند. باید تذکر داد که این مادر خوشبخت بعد از تولدخانه برآمدن به منزل نوی سه حجرگی خود گسیل کرده می شود. همچنین با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی منزل زیست طفل نوزاد که با تولد شدنش اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسید با تمام اشیاء روزگار تامین کرده می شود.